الرحمن الرحیم میخوایم در مورد عصب اولنار صحبت کنیم. ولی قبل از اینکه وارد عصب اولنار بشیم یه مرور خیلی خیلی سریع از شبکه براکیال داشته باشیم که ببینیم که عصب اولنار در واقع چطوری تشکیل میشه و از چه بخش در واقع شبکه براکیال تشکیل میشه. اگر به اینجا توجه کنید شبکه براکیال از C5 تا T1 ترانک میانی رو در واقع تشکیل میده. این هم C8 و T1 میان چی رو تشکیل میدادن؟ ترانک در واقع تحتانی رو تشکیل میدادن. اینم ترانک تحتانی. اوکی. بعد حالا C7 و یا اون آنتریور دیویژن C7 به یا ترانک میانی به ترانک چی متصل میشه؟ به ترانک فوقانی متصل میشه و چی رو به وجود میاره؟ در واقع لترال کورد رو به وجود میاره و اینجا در واقع ما چی رو داریم؟ اینجا خدمت شما عرض کنم ترانک تحتانی رو داریم که در نهایت به 2 تا شاخه تقسیم میشه. ترانک تحتانی در نهایت به چند شاخه تقسیم میشه؟ یه شاخه در واقع عصب اولنار و یه شاخه به اسم چی؟ مدیال، در واقع روت آف مدیان. پس اینجا ما عصب چی رو داریم؟ عصب اولنار رو داریم. عصب اولنار، من اینجا می نویسم اولنار نرو. خب بچه اولنار نرو در سمت داخلی کجا قرار میگیره؟ در سمت داخلی در واقع شریان آگزیلاری. بچه ببینید شما اینجا یک امی رو میبینید. من اینجا اگر بیام شریان آگزیلاری رو بکشم، چیکار کنم؟ شریان آگزیلاری رو بکشم، میبینم که شریان آگزیلاری اینجا قرار میگیره. شریان چیه؟ این شریان آگزیلاری اینجا قرار میگیره که از در واقع در قدام بخش سوم شریان آگزیلاری ما یک امی رو میبینیم. یک چی رو داریم؟ یک امی رو میبینیم که اون قسمت بالایی یا بازوی بالایی ام مسکولوکوتانئوس، بازوی میانیش عصب مدیانه و بازوی تحتانیش عصب اولنار هستش. نکته بعدی میبینید اینجا عصب اولنار دارای چیه؟ C8 و T1. من گفتم عصب اولنار در واقع شاخه کمکی هم میگیره. از کجا؟ از در واقع لترال روت آف مدیان هم یه شاخه کمکی میگیره. بریم دنبال کنیم عصب در واقع عصب اولنا و ببینیم که دیگه چه جزئیاتی داره. ببینید به لبه داخلی استخوان هومروس چه چیزی متصل میشد؟ به لبه داخلی استخوان هومروس ما در واقع همون مدیال چی رو داشتیم؟ مدیال اینترماسکولار سپتوم رو داشتیم. مدیال اینترماسکولار سپتوم در اینجا عصب اولنار در کمپارتمان کجاست؟ قدامیه. در کمپارتمان قدامی میبینیم اینجا عصب اولنار میاد سپتوم بین عضلانی داخلی رو چیکار میکنه؟ سوراخ میکنه. سپتوم بین عضلانی داخلی رو سوراخ میکنه و میره وارد کمپارتمان خلفی میشه. کمپارتمان خلفی میشه و در خلف قرار میگیره. در کجا؟ در خلف قرار میگیره. عصب اولنا از در واقع اینفریور یا از مدیال کورد، از اینفریور ترانک و مدیال کورد در ادامش شروع شد، اومد اینجا سپتوم بین عضلانی رو چیکار کرد؟ سپتوم بین عضلانی داخلی رو سوراخ کرد.
در اینجا یکی از شاخه های شریان براکیال اینجا عصب رو در واقع همراهی میکنه و اون شاخه چیه؟ شاخه سوپریور اولنار کولاترال. شاخه چی؟ شاخه سوپریور اولنار کولاترال توی این مسیرش چیکار میکنه؟ توی این مسیرش میاد و یا عصب اولنار رو چیکار میکنه؟ دنبال میکنه. سوپریور اولنار کولاترال. اوکی. خب پس اینجا فهمیدیم که کدوم شریان میاد چی رو دنبال میکنه؟ عصب اولنا رو دنبال میکنه. خب عصب اولنا اومد سپتوم بین عضلانی داخلی رو سوراخ کرد، وارد کمپارتمان خلفی میشه. اینجا میاد از خلف اپیکوندیل داخلی میگذره. از خلف اپیکوندیل چی میگذره؟ از خلف اپیکوندیل داخلی میگذره. موقعی که از خلف اپیکوندیل داخلی بگذره ما اینجا میتونیم عصب رو لمس کنیم. بنابراین موقعی که آسیب میخوره این دستمون ما احساس گزگز شدن پوستمون رو در چی داریم؟ در محلی که این عصب چیکار میکنه؟ در واقع اون قسمت رو عصب رسانی میکنه. بنابراین عصب رو در خلف مدیال اپیکوندیل میتونیم لمس بکنیم. خب عصب، بنابراین یه نکته اینجا بگم که عصب اولنا الان وارد حفره کوبیتال نمیشه، اصلا از خلف اپیکوندیل میگذره. اما اینجا ادامش که میبینیم که عصب از بین دو سر عضله فلکسور کارپی اولناریس وارد کمپارتمان قدامی میشه. اوکی؟ از بین دو سر عضله فلکسور کارپی اولناریس وارد کمپارتمان قدامی ساعد میشه. یه نکته اینجا هستش، موقعی که داره از خلف یا از بین سر اولنار و سر هومرال فلکسور کارپی اولناریس میگذره، اینجا در واقع ما یه سندرومی به اسم سندروم تونل کوبیتال. سندروم تونل کوبیتال چی هستش؟ سندروم تونل کوبیتال اینجا عصب اولنار موقعی که داره از بین دو سر میگذره گیر میکنه و محل انتشار عصب دائما در حال چیه؟ گزگز شدنه و اگر پیش رفته باشه حتی احتمال در واقع اینکه عضلات هم فانکشن عضلات هم به هم بریزه. پس به اون در واقع همون سندروم تونل کوبیتال از چیه؟ از درگیر شدن عصب اولنا در بین، ولی اینجا یه نکته‌ای داره، این که عصب اولنار اصلا وارد حفره کوبیتال مربوط به چیه؟ عصب اولنار. ولی عصب اولنار یعنی مربوط به یا وارد حفره کوبیتال اصلا نمیشه. خب از پشت دیگه از خلف حفره کوبیتال قدامه، اینجا از خلف مدیال اپیکوندیل میذاره. اوکی. خب دنبال میکنیم عصب رو و ببینیم که به چه عضلاتی میاد عصب رسانی میکنه. بچه در ساعد عصب اولنار در ساعد فقط به دو تا عضله عصب رسانی میکنه. یک، عضله فلکسور کارپی اولناریس، عضله فلکسور کارپی اولناریس و نیمه داخلی عضله اف دی پی، یعنی فیبرهایی که مربوط به انگشت کوچک و رینگ هستن. انگشت کوچک و رینگ. بنابراین دوباره تکرار گفتم که عضله اف دی پی عضله هیبریدیه، نیمه داخلیش توسط عصب اولنار عصب رسانی، نیمه خارجیش توسط عصب در واقع آنتریور اینتراوسئوس. خب عصب اولنار رو ما دنبال میکنیم. به دو تا عضله شریان اولنار یا اولنار آرتری هستش. خب عصب اولنار وارد دست شد. از کجا؟ از سطح فلکسور. بنابراین توی سندروم تونل کارپال درگیر نمیشه اصلا. خب در اینجا عصب اولنار
به 2 تا شاخه تقسیم میشه. عصب اولنار به چند تا شاخه؟ 2 تا شاخه تقسیم میشه. یک شاخه عمقی که این شاخه عمقیش از بین استخوان پیزیفرم و هوک همیت میگذره. از بین پیزیفرم و هوک همیت میگذره. به چه عضلاتی عصب رسانی میکنه؟ به 3 تا عضله هایپ. این کدوم شاخهش؟ شاخه دیپش هسته. شاخه دیپ اولنار نرو. پس 3 تا شاخه داد به عضله آپوننس دیجیتی مینیمی، ابدکتور دیجیتی مینیمی و فلکسور دیجیتی مینیمی چیکار کرد؟ عصب رسانی کرد. دیگه به چه عضلاتی عصب رسانی میکنه؟ دیگه چی؟ به عضلات دورسال در واقع اینتراوسئوس و پالمار اینتراوسئوس عصب رسانی میکنه. دورسال اینتراوسئوس و پالمار اینتراوسئوس عصب رسانی میکنه. دیگه چی به چه عضلاتی عصب رسانی میکنه؟ به 2 تا لومبریکال داخلی که 2 بطنی بودن هم عصب رسانی میکنه. این شاخه چی؟ شاخه دیپ. شاخه دیپ 2 تا لومبریکال خارجی توسط چه عصب رسانی میشن؟ شاخه انگشتی عصب مدین عصب رسانی میشن. و در نهایت ببینید ما اینجا اگر بیاییم و عضله در واقع ادکتور پولسیس رو بکشیم، این عضله چیه؟ ادکتور پولسیس هستش و این هم سر اوبلیکش هست. اوکی، سر اوبلیک و سر در واقع ترانسورسه. میبینیم عصب اولنا، شاخه عمقی عصب اولنا میاد از سطح اینجا ادکتور پولسیس میگذره و این عضله رو عصب رسانی میکنه و در نهایت میره و به سر اوبلیک عضله ادکتور پولسیس خاتمه مییابه. پس دوباره تکرار میکنم. در کف دست این عصب چیکار کرد؟ در کف دست 2 شاخه، یه شاخه عمقی و یه شاخه سطحی. از شاخه عمقی اعصابی رفتن به عضلات هایپوتنار، به عضلات دورسال اینتراوسئوس، پالمر اینتراوسئوس و 2 تا عضله داخلی لومبریکال و در نهایت به کجا خاتمه پیدا کرد؟ ادکتور پولسیس هم خاتمه پیدا کرد. خب 2 تا عصب هستند که اعصابی هستند که در قسمت در واقع ساعد از عصب جدا میشن. اوکی، یکیش میاد و در قسمت میانی ساعد از چی جدا میشه؟ چی؟ از عصب اولنا جدا میشه. این عصب اسمش عصب پالمار کوتانئوس نرو آف چی؟ آف اولنار نرو. شاخه چی؟ یا پالمار کوتانئوس برانچ آف اولنار نرو. در قسمت میانی در واقع ساعد از عصب اولنار جدا شد، میاد و پوست روی ناحیه هایپوتنار رو چیکار میکنه؟ پوست روی ناحیه هایپوتنار رو عصب رسانی حسی میکنه. یه شاخه دیگه که از عصب چی؟ از عصب در واقع اولنا جدا میشه، شاخه‌ای هستش که در نزدیکی مچ دست جدا میشه. این عصب در نزدیکی مچ دست جدا میشه
میره از خلف فلکسوره، در واقع از خلف فلکسور کارپی اولناریس میگذره، از خلف فلکسور کارپی اولناریس میگذره و میره به سمت خلف دست، میره به سمت به این شاخه میگیم دورسال کوتانئوس چی؟ دورسال کوتانئوس برانچ، دورسال کوتانئوس برانچ. من اینجا می نویسم دورسال کوتانئوس برانچ آف اولنار نرو. خب و اما این عصب به چه شکلی میره و به خلف، در واقع به خلف دست عصب رسانی، یا به خلف در واقع قسمت دورسال دست عصب رسانی میکنه. اگر یک نمایی را از خلف این بخش ببینیم، یک نمایی از چی؟ از خلف داشته باشیم، دورسال کوتانئوس برانچ آف اولنار نرو موقعی که میاد به سمت خلف، میاد به کجا عصب رسانی میکنه؟ میاد به کل پوست چی؟ به کل پوست سطح خلفی انگشت کوچک. اوکی؟ به کل پوست سطح خلفی انگشت کوچک. دیگه چی؟ به کل پوست سطح دورسال انگشت رینگ بجز نیمه خارجی در واقع بند انگشت دیستال. بجز کجا؟ نیمه خارجی بند انگشت دیستال و میاد به نیمه انگشت میدل، به نیمه انگشت در واقع به نیمه انگشت میدل از کجا؟ به نیمه انگشت میدل از کجا؟ به نیمه انگشت میدل، به نیمه داخلی انگشت میدل تا کجا؟ تا بند انگشت در واقع میدل، یعنی دیستال توسط یه عصب دیگه ای عصب رسانی میشه و اینم محل انتشار عصب چیه؟ دورسال کوتانئوس برانچ آف اولنار نرو. این هم در مورد عصب اولنار. میره به سمت انگشتان و کل سطح چی؟ کل سطح پالمار انگشت کوچک و نیمه داخلی انگشت رینگ عصب رسانی میکنه. به نیمه داخلی انگشت رینگ عصب رسانی میکنه. کدوم شاخشه این بچه؟ شاخه سطحیش هسته. شاخه عمقی عمدتاً عضلانی بود دیگه. شاخه سطحی میاد در سطح پالمار به 1.5 انگشت داخلی عصب رسانی میکنه، به 1.5 انگشت داخلی عصب رسانی میکنه. من اینو یعنی دوباره یه توضیح بدم. بچه ببینید، عصب اولنا میاد وارد کف دست میشه، یه شاخه سطحی میده و یه شاخه عمقی. شاخه عمقی میره به عضلات داخلی دست عصب رسانی میکنه. اوکی. شاخه سطحیش میاد به سمت 1.5 انگشت داخلی عصب رسانی حسی میکنه در سطح پالمار. و اما شاخه دورسال کوتانئوسش که میره به سمت خلف به 2.5 انگشت در واقع خارجی در سطح خلفی عصب رسانی میکنه که شکلش رو من اینجا براتون کشیدم. کشیدم که به چه شکلی میاد و به پوست سطح خلفی عصب رسانی میکنه.
میکنه. در نهایت فقط یک شاخه از عصب، در واقع یک شاخه از عصب اولنار میمونه که نگفتم و اون از شاخه سطحی عصب اولنار، از شاخه سطحی عصب اولنا شاخه جدا میشه که میره به سمت عضله پالماریس برویس. میره به سمت عضله پالماریس برویس. عضله پالماریس برویس تنها عضله‌ای بود که از شاخه چی عصب رسانی میکرد؟ از شاخه سطحی عصب اولنار عصب رسانی میکرد. آخرین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم، یک سندرومی هستش به اسم سندروم گویان. سندروم گویان چی هستش؟ ببینید اینجا شاخه عمقی عصب اولنا از کجا میگذره؟ از بین استخوان پیزیفرم. اینجا ما یک چی رو داشتیم؟ یک لیگامانی رو داشتیم. اون لیگامان کارش چی بود؟ به اسم لیگامان چی؟ لیگامان پیزو همیت. لیگامان پیزو همیت. اینم لیگامان پیزو همیت هستش. اوکی؟ بعضی وقتا عصب اینجا گیر میکنه و باعث ایجاد یک سندروم میشه به اسم سندروم گویان. این سندروم گویان باعث از کار افتادن این اعصاب میشه. بچه‌ها به عصب مدین میگن در واقع عصب موزیکدان، موزیشن، در واقع نرو. چرا میگن عصب موزیکدان؟ چون که عصب اولنار عصبیه که میاد به عمده عضلات داخلی دست عصب رسانی میکنه و ما حرکت ظریفمون توسط چی انجام میشه؟ عضلات داخلی دست. بنابراین چون که عصب اولنار در واقع میاد به کجا عصب رسانی میکنه؟ به عضلات داخلی دست، بهش میگن در واقع، و کارهای موزیکی کارهای ظریفی هستن، بهش میگن عصب موزیکدان. برعکس عصب در واقع مدین که بهش میگن عصب کارگر. اوکی؟ چون که کارهای خشن رو اون عصب، یا عضلاتی که کارهای خشن انجام میدن و اون عصب در واقع عصب رسانی میکنه. اینها همه این مطالبی بودن که میخواستم در مورد عصب اولنار به شما بگم.